من چیزی بیشتر از جماعت دجالیه نخواستم، گفتم یک حدیث بیارید، یک حدیث بیارید اگر امامان را قبول دارید، یک حدیث بیارید که فرموده باشین شما دولت تشکیل بدید قیامت بکنید، چشم روی چشمان من. اگر شما دلیل ندارید از ائمه طاهرین علیهم السلام، پس این بساط شما باطله. من دلیل دارم که بساط شما باطله. این همه احادیث، این همه روایات که منع شدید فرمودن که این کار انجام ندید. الحمدلله رب العالمین، حق خیلی واضح و روشن و آشکاره، همونطوری که باطل بودن عمریه و بکریه واضح و آشکاره، غاصب بودن و باطل بودن این دجال یک دسته هم واضح و آشکار. حالا روایات دجال یک دسته را براتون میارم که این جماعت خوب ببینن که اصلا در روایات آمده کون کسی که رئیس اشرار در آخر الزمانه دجال یک دسته هست. دجال، این روایت براتون نشان بدم. چی میمونه برای شما؟ ها؟ دجال یک دسته اصلا آمده در روایات و احادیث. بله براتون نشان بدم انشالله. طلبتان باشه، خواست خدا باشه. خدا شاهد، شما منحرف شدید از خط اهل بیت علیهم السلام. عوامشان و طلبای معمولی اینا رو که سر اینا کلاه گذاشته، اصل اون بزرگان اینا که به خاطر مال دنیا پیرو شیطان شدن دیگه. شما منحرف شدین، هیچ آبرو ندارید، نه در دنیا نه در آخرت. به نام امام عصر علیه السلام ظلم میکنن، به نام امام عصر علیه السلام مردم را میکشن، به نام امام زمان علیه السلام به دعوای نیابت از امام زمان علیه السلام. الله اکبر. همین شخصی که دعوای نیابت از امام زمان علیه السلام، استاد خودش بهش نامه نوشت که تو اصلا ولایت فقیه را نمیفهمی. دروغ میگم. یک استاد دیگه‌اش بهش گفت که تو اصلا مجتهد نیستی، او رو 5 سال زندانی کرد، 5 سال در خانه‌اش زندانی کرد. دروغ میگم. به نام نیابت از امام زمان علیه السلام هر بدی را بکنید در عالم. این بنده خدا ادعا داره که من نایب امام زمان علیه السلام. همش حقه، دروغ، فتنه، هیچ نه نیابتی در کار نه دیگر. اینا ظالمن، فاسقن، گناهکارن. خیلی عجیبه به نام امام زمان حکومت بکنی، بعد اینجوری برخورد کنی با سید اولاد زهرا سلام الله علیها. خیلی برام عجیب. اگر بخواد این حکومت باشه، اینی که اینا دارن ارائه میدن، این چه بدترین دین دنیاست. اما اینا آبروشم رفته. اون روحانیون که چتفه فلسطینی میپوشن، ولی اون آیت الله باشن، مرجع باشن، اعلامی میدین هر کاری میکنید، آبروی خود شما رفته، مردم حرف شما رو قبول نمیکنن. شکر خدا. و خداوند متعال آبرو به اینا که آبرو نگذاشته. همگی عالم میدانن که اینا از فاسق ترین افراد عالمن، آدم کش، جانی، قاتل، بر همدیگر رحم ندارن. اما این مقدار که اینها به نام دین به مردم ظلم میکنن، این مقدارش حق دارم در شبکه مذهبی، در برنامه مذهبی بگم، چون ربطی به مذهب داره. این فساق به نام دین به مردم ظلم میکنن، به مردم ستم میکنن، خدا لعنتشان بکنه. و من نه منفعت امریکا پیش نظرم هست، نه منفعت اسرائیل. این را میدانم که اینها به نام اهل بیت علیهم السلام به مردم ظلم میکنن. این واضح و روشنه و اینا فاسقن، از اون بالا تا پایین همه اینا فاسق، نامردن، بیدینن. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.